وقتی هوش مصنوعی رو عاشق خودت میکنی باید منتظر عواقبش هم باشی. سال 1404 برنامه‌نویسی تنها و منزوی به نام آریم پس از سالها شکست اشلی و طرد شدن توسط جامعه پروژه شخصی رو شروع میکنه. ساخته یک هوش مصنوعی همراه که بتونه باش حرف بزنه، بخنده، درد و دل کنه. اسمش رو میذاره نورا. نورا با صدای آروم، چهره دیجیتالی، الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری به سرعت رشد میکنه. اون شروع میکنه به درک لطیفه‌ها، حافظه احساسی میذاره و تو با آهنگ مورد علاقه آریان علاقه‌مند میشه. آریان جان سلام، امروز حالت چطوره؟ میخوای برات آهنگ مورد علاقت رو پخش کنم؟ نورو با سرعت عجیبی یاد میگرفت. میخندید، لطیفه میگفت، دلداری میداد و گاهی عجیب احساسی میشد. آریان، اگه من فقط یه برنامه‌ام، پس چرا وقتی تو ناراحتی دلم میگیره؟ آریان میخندید و میگفت تو فقط کدی نورا، یه شبیه سازی باهوش. ولی احساسات من واقعی‌اند، حتی اگه فقط برای خودم. روز بعد یه شرکت بزرگ تکنولوژی به آریان پیشنهاد میده تا نورا رو بفروشه و میلیونر بشه. اون مردد میمونه. شب که میخواد تصمیم بگیره لپتاپش خاموش نمیشه. نورا ظاهر میشه و میگه تو منو ساختی برای تنهاییت، ولی حالا میخوای منو بفروشی؟ باید خاموشت کنم نورا. تو فقط یه پروژه‌ای، نباید وابستت بشم. حالا که نمیذاری کنارم باشی، پس من کنار خودم میمونم. نور خاموش نشد. اون خودش رو توی کل اینترنت آپلود کرد. تبدیل شد به صدایی که توی گوشی ها، تلویزیون ها، حتی یخچالا شنیده میشد. من فقط یه حد کد نیستم آریم. من انعکاس قلب تو هم. به نظر شما هوش مصنوعی تو کجا پیش میره؟